بسته بودی بگو که میتونی نه چیز من کنی. اوکی ام، من دیگه خودم آماده میکنم برای نماز و اینها دیگه. بسیار عالی، بسیار ما عالی. هم دعا کن آقا، ما هم دعا کن. زنده باش، سلامت باش. سر کار برمیگردیم دوباره، از این بحث‌های کلی رو گفتیم. سر کار که برگردید، کار رادیولوژی رو چطور می‌بینید فقط نسبت به ایران؟ و اینکه میخوام خیلی خلاصه بگیم دیگه باشه یا چیز نشه. روزی معمولاً میانگین چند تا مریض دارید و نسبت به ایران کار سخت‌تره یا آسان‌تر؟ مثلا بگو. شاید من با تو کار کردی، مثلا پیمان بیاد فقط امار کار میکنه مثلا. من با توجه به که ایران 2 سال هم رو کتلب بودم و بقیهش رو کلینیک داشتم کار میکردم، نمیدونم واقعا توی بخش مثلا رادیوگرافی جنرال آقا بیمارستان نمازی یا فقیه که بیمارستان شلوغمون هست چه جوری بوده، ولی قطعا خیلی شلوغ بوده. با توجه به اون بخوام بگم خب کار کردن توی عمان واقعا راحت تر هست، تعداد مریضا کمتره و باز مثل ایران حالا نرس برای سیتی مثلا رگ رو میگیره و حالا ابزرو میکنه مریض رو، هر اتفاقی چیزی بیفته، حتی برای ام‌آرآی، و به نظر خودم که کلا راحت تر. تعداد مریضم بخوام بگم بیمارستان ما چون حالا بیمارستان جزء بیمارستان‌های های هست، مریضامون تعدادش کمتره و مریضای های لول تر هستن، یعنی وی آی پی تر میان و اینها، به خاطر و قیمتاش بالاتره، به خاطر همین تعدادشون کمتره به نسبت بقیه بیمارستانایی که توی خود عمان. درسته. مثلا تعداد بیمارا بیشتره ولی کار آسونتره اینجا. منتها برای کسی که در ایران ببینید تو ایران کلا هم مریض ناراحته هم پرسنل، به خاطر که ارتباط این دو یه ارتباط خیلی معمولا قوی و دوستانه ای نیستش معمولا، ولی اینجا این ارتباط حفظ میشه و این دوستی برقرار میشه. این نگاه مزاحمت محوری نیستش که بگیم مریض مزاحم من شده الان، یا اون فکر کنه که من دارم به زور براش کار میکنم. بر همین هر دو یه آسودگی خاطر خاصی دارن. خوبه. خوبه. شادیان؟ من بخوام یه ذره پوسکن‌تر بگم، به خاطر اینکه اینجا سکشن بندیه و مثلا کسی که تو ایران داشته ام‌آرآی کار میکرده میتونه به اینجا فقط ام‌آرآی کار کنه یا برعکس این داستانا. یه ذره از نظر منتالی برای کسی که آمادگیشو نداره خیلی خوبه، خیلی خوبه. یعنی من اگه قرار بود مثلا بعد از 10 سال 12 سال ام‌آرآی کار کردم، اگه قرار بود مثلا بخوام نمیخوام بگم چالشی نشه، نمیخوام بگم کسی که رادیولوژی کار میکنه پایینه، اون که ام‌آرآی داره کار میکنه بالا، ولی من دوست نداشتم هیچ وقت برم اتاق عمل پورتابل و نمیدونم فلان و این داستانا. احتمال داشت که اگر میمونم جایی که قرار بود این کار رو انجام بدم حالم خوب نبود احتمالا. و با وجود همین موضوع اینجا از نظر منتالی خیلی میتونه به‌آدم کمک بکنه، هر کی جای خودشه. و از اون سمت هم به خاطر اینکه تو هر شیفت تو حداقل دو نفری و اصلا شیفت‌های تک نفری اینجا تعریف نداره، نمیشه تک نفره انجام داد. از این راحته، ولی نمیتونم، خیلی سوال تریکیه برای اینجا. من اینجا میگم که اینا از این ور بوم افتادن، ایران از اون ور بوم افتاده. ما تو ایران من خودم شخصا 60 تا 80 تا 90 تا تو هر شیفت بیمار میگرفتیم. اینجا داریم 8 تا میگیریم، 9 تا میگیریم، 10 تا میگیریم، ولی انقدر پیپر ورک داره، انقدر کارهای مسخره و اضافه داره. من میگم نه این خوبه درسته نه اون درسته. برای همین مثلا مریضی که گرفتی رو تخته بعد زنگ میزنی چندین بار با دکتر چک بکنی سکانس اضافه نمیخوای، کنتراست میخوای، نمیخوای، کاورج خوبه، بیشتر ببرم بالاتر، پایین کمترش بکنم، این داستانا زیاد داریم اینجا. ولی کلیت بخوام بگم به نظر من راحت تره، به خاطر اینکه میگم با اینکه کمکم نداری اینجا ولی عملا اون کارشناس دوم کمکته دیگه. پیمان یه سوال دیگه بپرسم، فقط توی این بخشی که تو کار میکنی میگی 8 تا 9 تا 10 تا مریض دارن یا نه مثلا بخش دیگه هم اگه پرسیده باشی به همین نحو یا امکان بیماری بیشتری داشته باشن؟ خوب، سوال خیلی خوبی بود، چون که بچه‌ها به همین چیز سوالی پرسیده بود و خواستم بریم رو زمانش صحبت بکنم. اینجا نسبت به تایمته، یعنی شما 7:30 از ظهر میری، 7:30 صبح میری تا 4 بعد از ظهر باید کار بکنی و تو این تایم
مشخصه که چند تا مریض میتونی بگیری. کیس ها معمولا 40 دقیقه 45 دقیقه نوبت دهی میشن، پس میشه تقریبا 8 تا 10 تا 12 تا کلا. بعد شما 2 نفری، گاهن هم یه دونه امرای ترینی میاد یا دانشجوشون میاد، میشه 3 نفر رسما. و چیزی که مثلا تو داری اسکن میکنی تقریبا نصف میشه، بعضی وقتا هم 1/3 میشه. یعنی اگه 12 تا خیلی شلوغه تو اون روز که 12 تا مریض داشته باشی، تو 4 تا مریض گرفتی کلا اسکن کردی. تایمیه، یعنی تو این تایمه تو بیشتر از بین 8 تا 12 تا مریض نمیتونی بچینی. درسته. خصوصی هم همینه. پویا؟ ببین من تو ایران حالا خوشبختانه یا چی بیمارستانایی کار کرده بودم که واقعا از لحاظ مثلا شلوغی اینا یکی صدرنگینا بودن. مثلا بیمارستان بهزاد تهران سربازین بود که مرکز ترومای شرق تهران بود. بعد دیگه اوجش بیمارستان میلاد بود که واقعا مثلا حجم بیمارا و اینا خیلی زیاد بود. ببین اینجا کار راحته ولی حجم بالاست. خب ولی تو خستگی بیشتر خستگی کاره. ما تو ایران بیشتر چی میگن خستگی مریض هم داشتیم. مثلا خواستی عکس بگیری مریض او از کلش آقا کی نوبت ماست، آقا فکر ببین اسم فلانی کیه، آقا بابا بشین. اینجا مثلا تا حالا ندیدم مثلا نهایت منشی میاد میگه آقا این مریضه مثلا نوبتش کی میشه داره میپرسه. خب نهایتش اینه، یعنی میشینن واقعا هم منتظر میمونن. مثلا بیمارستان ما حراست نداره. ما فقط تو ایران یک کارمون این بوده که زنگ می‌زنیم حراست بیاد بابا این مریضا رو بابا ریختن رو سرمون کتککاری و فلان و اینا. میگم بیمارستان حراست نداره. خیلی مثلا تا حالا ندیدم. میگه که پیمان صمیمی گفتش یه جوری ارتباط نزدیکی بین مریض و پرسنل هستش، یعنی و خیلی اعتماد دارن. مثلا ایران مثلا اعتماد نداشتن که مثلا به چرا مثلا این کارو کردی، چرا مثلا فلان. معمولا متاسفانه حالت توی سیستم بود یا چی بود، یه ذره اعتماد مردم به سیستم درمان خیلی کم بود و تشنج خیلی بالا بود تو ایران. ولی خب اینجا میگم حجم کار زیاده ولی خب اون آرامش هر رو حداقل خستگی اینه که تمرکز توی انجام کاره. دیگه حالا دیگه این آقای مریض مثلا پشت در موند، آقای مریض در رو شکوند، دعوا رو انداخت، مثلا میگم مثلا اینجوری چیزا رو خوشبختانه اینجا نیستش. ولی خب مراکز خصوصی تا دلت بخواد مریض ولی جنرال و سیتی میگیرن، نه نمیگن، یعنی من پشت سرم باشه مریض رو پذیرش میکنن. ولی خب مثل برای امارای وقتی دیگه برای هر یه رو وقت میذارن. و اینکه اینجا خیلی از مثلا رادیولوژیست مثلا میگه که آقا با کارشناس رادیوگرافر باید قدرت تصمیم گیری داشته باشه دیگه. واسه هر چیزی از ما مثلا دیگه نباید مثلا سوال بپرسی. تو مثلا نسخه رو مثلا میخونی، مثلا شرح حال بیمار رو میخونی، تو باید مثلا بدونی چه کاری باید واسش انجام بدی. خب این یعنی تعریف شده است. مثلا باید مثلا خونریزی مثلا یه مریض اومده مثلا سیتی ابدومن پلویس نوشته توی توضیحات نوشته آقا مثلا احتمال مثلا خونریزی داره، خونریزی مثلا چیز گوارشی داره، تو باید بدونی که تو باید اینو مثلا تریفیز باید بگیری، نانکان آرتریال و پی وی باید بگیری دیگه. نباید دیگه واسه من بیای سوال بپرس اینو چی بگیرم. مشورت میکنیم جوابم میدم ولی خیلی در مواقع خاص. ولی خب انتظار دارم خود رادیوگرافر این قدرت تصمیم رو داشته باشه. ولی برای اینجکشن ام‌آر من تا حالا چیزی که دستم اومده اگه خود مثلا فرمه مثلا جوری باشه انجام میدن، اگه نه نیاز باشه باز با رادیولوژیست هم هماهنگ میشن که میخواد یا نمیخواد. آره من سوال بپرسم پویا، اونجا اینجوری نیستش که مثلا تو فقط ام‌آر کار کنی یا فقط سیتی کار کنی؟ اینجا مثلا آگهی میده که مثلا ام‌آر مثلا میخوایم هستش. مثلا ما همکاری داریم که فقط ام‌آرآی کار میکنه. خب همکاری هم داریم که اتاق عمل هم میره، ام‌آر هم کار میکنه، سیتی هم کار میکنه. بعد معمولا کسی که تجربهشون یه ذره بالاست مثلا بیشتر شیفت ام‌آر میدن. مثلا همکاری دارم که شیفت ثابت سیتیه، اون توی خصوصی اون چیزی که مثلا صحبت میکنی انجام میدی.
یا من امارم فقط امارم کار میکنم یا نسبت به آگهی دیگه، مثلا ولی مثلا بیمارستان ما مثلا دیگه مثلا 2 نفر ثابت ام‌آرآی دارن، مثلا هر کی مثلا بخوان جذب میکنن. ببین اینجوری بگم، کسی که مورد پسندشونه که همه کار بتونه انجام بده. آره ولی فکر کنم مثلا برای پیمانینا توی نیوزلند اینطوری بود که هر کدوم فیلد خودشونو دارن باید رجیستر بشن. یعنی تو اینجا مثلا میدن که اینجا هم مثلا آگهی میاد مثلا ام رادیوگرافر میخواین، خب ولی خب مثلا صحبت میکنی میگه حالا مثلا سیتی نیاز بود، جنرال نیاز بود، مثلا لطفا کمکشون. پس باید در هر صورت کل اون فیلدها رو پوشش بده. آره مثلا میگه آقا مثلا نیاز بود، شلوغ بودی، مثلا نظارت کنی بتونی. یعنی اینجا از ام رادیوگرافر این انتظار رو دارن که مثلا یک سنیوری که مثلا به همه چی مسلط باشه. درسته. توی آلمان تعداد بیمارها به نظر من باز هم زیاده. حالا اونقدر زیاده که بخوام بگم مثلا و به قول پیمان شادیان کار کردن همیشه توی رادیولوژی جنرال سخت‌تره. مثلا رادیولوژی جنرال شاید روزی مثلا توی بیمارستان 70 تا 80 تا بیمار رو توی 8 ساعت ساپورت کنه. 2 نفر شیفت یا حداکثر 3 نفر شیفت و بیشتره. من چون روتیشن کار میکنم کل بخشا دستم هست. توی سیتی هم به همین صورت. مثلا ما توی ایران برای سیتی های با کنتراست و اینا خیلی نوبت میدادیم، ولی اینجا روتینه. اصلا مثلا شاید بگم 70-80% سیتی هایی که میگیریم با کنتراسته، با تزریق. بعد و 40 تا مریض رو 35 تا 40 تا مریض رو میانگین میگیریم. ام آر هم که 2 تا شیفت که خواهیم داشت توی روز، شیفت صبحش حداقل 20 تا مریض رو باید ساپورت کنیم. یعنی 15 دقیقه نوبت میدن. هر 15 دقیقه بستگی البته به چیز داره، کیس داره. مثلا ابدومن باشه یا بیماری های خاص 25 تا 30 دقیقه، ولی خب حداقل 15 دقیقه بعد برای یه دونه ستون فقرات یا مثلا کمری چیزی نوبت داده میشه. بعد بچه‌ها سوال چالشی داری یا بپرسم باز؟ من یه سوال می‌خواستم، یه چالشی میخوام بگم که بچه‌ها بگن. اینکه آقا اینا که جهت‌های مختلف، جاهای مختلف، پلتفرم‌های مختلف همیشه صحبت کردیم، چه خصوصی پیج شخصی خودمون چه همینجوری گروهی، ولی همیشه در مورد ضعف‌ها و در مورد بدی‌ها هیچ وقت خیلی کم صحبت کردیم. به نظر من بود خوبه. بعداً بیایم هر کدوممون یه دونه بگیم آقا مثلا تو اینجا چیه اینجا بده و اصلا داری اذیت میشی، یا حالا تو هم شاید خودت اذیت نشی ولی بده. اینا من میگم این چیزش اینجا بده. هر کی جای خودش یه چیزشو بگه که بده. محل کار یا چیز؟ نه کلا کشوری که کلا یک چیز. خب خودت بگو. من اول از همه خودم میگم، یکی از بدیهای بزرگ اینجا دوریش به همه جاست. من بخوام مثلا یه مسافرت بخوام برم بیام اروپا رو بچرخم، من دلم میخواد حالا کارم اوکی شده، زندگیم استیبل تر شده، میخوام برم ژاپن رو ببینم، میخوام برم استرالیا رو ببینم، میخوام برم، حالا استرالیا نزدیکه، میخوام برم اروپا رو بچرخم. هزینه زیادی بابت دوری راه و بابت مسافت باید پرداخت بکنم و این یه موضوع به نظر من مهمیه. یه سوال من بپرسم پیمان؟ من آره بپرس. یعنی دوستم همون این سوالا هم جواب بدیم که دیدشون به شما که یه ایرانی هستین و اینها چجوریه اینجا؟ ببین توی اوکلند، نیوزلند خود دو تا شهر بزرگ داره. اوکلند که ولینگتون که پایتختشه، اوکلند بزرگترین شهرشه و تقریبا مدرن ترین شهرشه. چیزی که من شنیدم توی خود اوکلند که دارم زندگی میکنم دارم میبینم اینجا خیلی مهاجره. یعنی من توی بخشی که هستم شاید 2 تاشون نیتیو باشن، همشون مهاجرن، از چین و کره و نمیدونم هند و همه جا. و بابت همین موضوع اصلا اهمیتی وجود نداره که من ایرانی نیستم، افغانی ام، اصلا. ولی شنیدم هر چقدر که خلوص اون شهر نیتیو تر باشن شاید یه ذره سخت‌تر باشه. مثلا شهرهای کوچیک‌تر یا شهرهایی که مثلا چه می‌دونم روتاروا یا مثلا من شنیدم مثلا ولینگتون هم یه ذره نیتیوها زیادن اونجا. ولی من تا الان همچین چیزی ندیدم که بخواد
به عنوان یه ایرانی بخوان. البته نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه به خاطر قیافم به خاطر اکسنت هم اینا 90% میگن تو فرانسوی، همه ازم پرسن که فرانسوی، میگم نه من فرانسوی نیستم. بعد قیافم به کمرنگی ایرانی واسه همین. ها کمرنگی واسه همین یکم. آره احتمالاً نه، به بخاطر منم اسپانیش میگن، خیلی میگن اسپانیش نه بابا. نیست خیلی میگن خوش به حالتون، خوش به حالتون، من هیچی نمیگم. من اونی که عربه میاد میگه عربی، ترکه میاد ترکی. یکی نه میاد من میگم مثلا بابا. ایران، مثلا میگه عراق با عراق اشتباه میگیرن. بابا آه. ایران بابا پیشن. مثلا از چی ما بدت میاد؟ حالا همین دوتا سوال، یعنی دوتا چیزی که پیمان گفت رو من بگم. برای حالا سفر و اینها که عمان قطعا خیلی راحت و اوکی هست. چیزایی که بدم بیاد، یکی همون بحث پاسپورت هست که خب پاسپورت نمیده، ولی بحث حالا نجات پرستی و اینها واقعا وجود نداره و به ایرانیا خیلی خیلی احترام میذارن. خب، تنها بعد من بگم همون پاسپورته. پاسپورت. آره. پیمان صمیمی. ببین من چون حالا همکارای ایران منو میشناسن، من خیلی آدم شوخیم و خیلی سر کار، یعنی واقعا با همه شوخی میکنم، با نرس، با همکارم، با پزشک، با بیمار. ولی اینکه اینجا نمیتونم واقعا به خاطر اختلاف فرهنگی و نوع شوخیامون چون فرق میکنه حتی و زبان همدیگر درست نمیفهمیم، از این کار برحذرم و این کار نمیکنم که سوء تفاهم ایجاد نشه و این خیلی من اذیت میکنه. پیمان جون منم همینم. من تو ایران دلغک بودم تو بخشا. اینجا جرئت ندارم حرف بزنم، من میترسم که یه چیزی بگم، یه کاری بکنم که اصلا منظورم آره. اصلا اوضاع خیلی خراب بشه و شبیه یه آدم یوبسم توی محل کار. خیلی بده. آره. اذیت میکنه. نه من یکم مثلا یاد گرفتم اون شوخیاشون اینا رو یه ذره. یه آدمی مثلا از نظرشون یه آدمی هم که مثلا حالا چون مثلا من کارم خودم رو انجام میدم و اینا. بعد اینجا یه بدی که داره تو کار خیلی خاله زنه، بدتر از ایران. بعد آره یعنی مثلا فوری مثلا زیرابون آره اینجوری کار اون کار کرد این کارو کرد، یعنی فوری، یعنی گزارش آمارا همه جا پخش میشه. خیلی خاله زنه کرد و بدتر از ایران. من چون آدمی که مثلا زیاد به این چیز توجهی نمی‌کنم، اصلا کار خودم رو انجام میدم و اینا، و اصلا باهاش مثلا شوخی میکنم و مثلا میگم میخندیم، کلا نسبتا یاد گرفتم که مثلا باهاش چجوری رفتار کنم و اینا. شوخی هاشون هم یاد گرفتن، خیلی شوخی های چرت و پرتی. من یه چیزی کلا اصلا بگم یه آقا شوخی جان، معذرت ایرانی میخوام. بفهم. پویا جان بذار تموم کنه. پویا من فکرم تموم شد. پویا نه میگم کلا سطح شوخیامون کلا خیلی فرق میکنه. آها. ببین من اولش یه چیزی رو خیلی بد میدونستم و ناراضی بودم از این قضیه. اینکه الان چون پویا گفت یهو یادم اومد، اینکه سری زیرا به آدمو میزنن به 3 سوت، یعنی کوچکترین خطایی بکنی سری به سوپروایزر گزارش میدن. بعد که زمان گذشت با دانشجوها آشنا شدم، دیدم دانشجوها دارن میان به اصطلاح ترین بشن و اینها، متوجه شدم اینها اصلا از بچگی، از دوران مدرسه و دانشگاه بهشون یاد میدن که هر خطایی رو در هر زمینه‌ای که دیدید باید گزارش بدید. اینو در جهت بهبود کشورتون و جامعهتون باید انجام بدید و برای همین هم هست واقعا همه چی، یعنی اولش یکم با ترس ولی بعد تبدیل به عادت میشه این موضوع. برای همین الان دیگه ناراحت نمیشم اگه کسی بره مثلا گزارش بده که آره پیمان صمیمی مثلا استرچر رو که استرچر مریض رو که آوردن مثلا بریک رو فعال نکرد، یادش رفت این کارو بکنه، یا فلان سیفتی رو رعایت نکرد. الان خوشحالم میشم ولی قبلا خیلی بهم برمیخورد، گفتم این چه جای وحشتناکیه اینجا، چرا اینجوریان اینا. به راحتی میرن گزارش رو میدن، چه جلو خودت چه پشت سرت. این البته خوبه. ایران هم همچین چیزی بود ولی برای منافع کشور و جلو از منفی بود. خطر نبود. از ایران از لحاظ شیرینی بود. دیگه خود آره شیرینی بود. پویا پیمان بپرس از آقای پیمان صمیمی بپرسم. بگو. آره اون دوری و با هوا و اینها، چیزی که حالا آقای شادیان در مورد نیوزیلند گفت، شما در مورد کانادا حس میکنی یا نه؟ والا اینجا نگاه کن، نه، به خاطر که اینجا مثلا دیگه چی میگن بهش،
عشقشون اینه که برن آمریکا که کنار دستمونه، اینجا 1 ساعت رانندگی میکنی میری سیاتل، یکم بیشتر میری اونورتر میرسی لس آنجلس، میری اونورتر میری نمیدونم لاس وگاس. این که از این. اگه اهل عشق و حال باشی میری مکزیکو، نمیدونم کشورهای آمریکای جنوبی دلتون نخواد. و به هر حال چیزی کم نداره کسی بخواد مثلا به دوری، چرا به دوری به ایرانش آره، ولی من خودم اذیت نمیشم از دوری، نه. شما چی چی؟ از کی پرسیدی؟ مثلا پرسیدم برای بحث حالا همون دوری و از کی؟ سفر پویان. نظرش؟ از من؟ آره. آم. ببین دوره دیگه، چی بگم، واقعا مثل پیمان شادیان واقعا مثلا هم هزینه‌های ذره گرونتر، البته بعضی هواپیماهای مثل چینی و مالزی اینایی مثلا یه سری ارزونتر هستن، ولی خب دوره، ولی همه اینجا یه چیزی داره که همه مسافرت میرن، همه هر سال مثلا اینجا یه ماه مرخصی بگیری هیچ ایرادی نداره، هیچ ایرادی نمیبینه، از برای باید از قبل بگیری، یه ماه مرخصی بگیری مثلا میری اروپا رو میگردی، میری ژاپن، نمیدونم میری همه جا، همه در حال مسافرتن، همه جا میتونن برن اینجا. بعد با اینکه دوره ولی خب عادت کردن، دیگه عادت کردیم دیگه واسه دوریش، ولی خب همون دیگه عادت کرد. ایران هم که من یه بار اومدم که این نزدیک 3 سالی که هستم ایران، یه بار اومدم. بعد اذیت نمی‌کنه بیان کلامت، این چیزایی که میشنویم من تا حالا استرالیا ندیدم، ولی این حشرات و این جک و جونورات برات موزل نیست تو خونت؟ ببین داخل خونه که الان مثلا نه، مثلا من حتی خونه ویلایی هم بودم، خب مثلا سمپاشی میکنن هر سال، بعد نمیدونم میرسن تمیز میکنن نگه میدارن، مثلا این کمه. من الان مثلا بالکن نشستم، خب همه جا تور عنکبوته، من که مثلا تمیز میکنم ولی میام خود تور عنکبوت، ولی خب عنکبوتای خطرناکی نیستن زیاد که مثلا، و خب همین محله‌مو میذاره مثلا میذاره مثلا جنگلی، مثلا من مار دیدم اون روز، مثلا مار بود. و اینکه مثلا خب زندگی تو مختل کنن و اینا دیگه واسه خودشون عادیه، واسه ما هم دیگه کم کم دیگه عادی میشه دیگه. مثلا قبلا یه عنکبوت میدیدیم و نمیترسیم، ولی الان خب دیگه با ما داره زندگی میکنه یه جایی مثل خودشون دیگه. با این خیلی خیلی هم جالبه، بچه‌هایی که اینجا بزرگ شدن مثلا عنکبوت اینا میبینن مثلا میترسن، مثلا اون روز همکار میگه سوسکه تو اتاق، بعد خودم میگم تو استرالیا هستی دیگه چه انتظاری داری مثلا. من آخه همون اوایل فکر کنم همتون میدونید توسط یه سفره ماهی توی دریا شکار شدم. آره من اوایل رفتم تو آب، نگوی سفره ماهی زیر خاک پامو گذاشتم روش، قشنگ اینم رحم نکرد، یکی زد دیگه رفتم بیمارستان اتاق عمل و ای وای. آره یعنی دیگه اونجا من استرالیایی شدم. یعنی یکی از خانمی که اونجا غریق نجات بود اومد توی ساحل، گفت دیگه الان دیگه خودت میتونی بگی من استرالیایی هستم. واکسینه شدی کامل؟ آره دیگه واکسینه شدم. بچه‌ها منم بیام از آلمان بگم در مورد این چیزی که گفتی براتون میاد. یه چیزی اول بگم در مورد اینکه شوخی و اینا، من با اینکه طبیعتاً هیچ وقت مثلا زبان آلمانی نه در سطح زبان انگلیسی شما در محل کار، نه در سطح زبان انگلیسی خودم، چون من انگلیسی من باز از آلمانی بهتر بوده، ولی الان باز خوبم. ولی چیزی که جالب واسه من کاملا برعکسه، من تو محیط کار ایران جدی‌تر بودم، اینجا کاملا خودم هستم، یعنی از لحاظ شوخی اینا با همکارا بعضی وقتا از دستم به ستوه میام به قول ادبی ترش، یعنی میگن انقدر یا میخندن یا هر چیزی، خیلی راحتم تو شوخی کردن. میگم آدم میتونه راحت تر باشه چون از اون قضاوت نمیترسه، من از اون جهت میگم، نمیدونم فرهنگ هر کشوری فرق کنه. بعد چیزی که تو آلمان خیلی بده، یکی دیگه اینا همه میدونن، یکی بوروکراسیشه، یعنی اون سیستم اداری و نامه‌نگاریشه، واسه همه چی باید نامه کاغذ بازیش هست، خیلی مزخرفه. و دوشم که خیلی بده آب و هواست، آب و هواش هم خیلی بده. 3 سیستم حمل و نقلش بسیار عالیه، خب از نظر چیز میگم تعداد و وصل بودنش، یعنی شما به هر جایی بخوای سیستم حمل و نقل عمومی داری، ولی سیستم قطاریش به شدت معیوبه، یعنی مثلا
تأخیرهای 1 ساعت 1 ساعت و نیمه هم دارن در این حد. و این به نظر من چیزایی که مثلا آلمان میگه آلمانیا خیلی منظمن و فلان و اینا، نه، تو سیستم حمل و قطارشون مخصوصا خیلی در سالیان اخیر چیز شده، دچار مشکل شده. این سیستم حمل و نقل گفتی، خب اینجا سیستم حمل و نقل واقعا ضعیفه. اتوبوسش مثلا نگاه میکنه ساعت اتوبوس رو 2 کنسل میکنه نمیاد. بعد مترو مثلا تازه یه خط مترو داره تو خود سیدنی راجعی ترن چیز داره، قطار دارن خیلی دارن، ولی مترو از زیر زمین فقط یه خط دارن. نه، آلمان داخل بعد- شهریش محشره، یعنی من اینو باید بگم، یعنی از لحاظ اتوبوس هر چند دقیقه یه بار میاد. بعد آره، اینجا بزرگ مترو اینطوره. ایناش مرتبه، فقط بین شهریشو میگم، مثلا از این شهر به شهر بعدی اون قطارها، چون مثلا ایالتی که من هستم البته خیلی جمعیتش زیاده و شهراش مثل شمال ایران به هم نزدیکه، طبیعتا هر 15 دقیقه 20 دقیقه یه قطار از این شهر به شهر بعدی میره، ولی اون قطارها تأخیر میخوره بینشون. نه اینجا هم اتفاق یه بارون میاد مثلا یه قطار تأخیر میفته. ولی خب مثلا بعضی کشورها که تشویق به استفاده از حمل و نقل میکنن، اینجا هم تشویق میکنن ولی در کنارش همه دیگه ماشین خودشونو دارن، ماشین خودشون میرن میان. و کلا آنچنان که بگیم حمل و نقلش عالی باشه ندارن. و آب و هوا زمستونا اینجا خیلی بده. زمستونا خیلی بده. زمستونش خیلی سرده. که شنیدید در مورد مهاجرت به این کشوری که هستید مثلا قبلا بهتون گفتن چی بوده؟ یا نه کاملا واقع بینانه چیز کردین؟ چیزی بوده که مثلا بگید که نه اینطوری نبوده قبلا بهتون دروغ گفته باشم؟ آره بذار الان هم میگن شرکت‌های مهاجرتی خیلی دارن تبلیغشون میکنن. مثلا چی میگم؟ اینجا مثلا کار اولو پیدا کردن خیلی سخت، نه توی رشته‌های دیمند نه های دیمند، نه ولی رشته‌های معمولی کار اولو پیدا کردن خیلی سخت. نصرا من یه سوالم پشتبند این سواله به نظرم بپرسیم که حالا اون بحث اشباع شدگی و اینا، بچه‌ها مثلا میگن به نظرتون ما اقدام کنیم کارگیرمون میاد یا نه؟ به نظرم اینو با اون جواب بدیم، یعنی یا اول جواب بده بعد از این سوال. خب ببین آره، من یه چیزی هم می‌خواستم بگم، این که مثلا در مورد مثلا حقوقا مثلا میگفتن با یه روز کارگر با یه روز کارش میتونه یک کفش مثلا $200 تا $50 بخره، یا مثلا با یه روز کارت میتونی اینو بخرید. در عمل واقعا اینطوری نیستش. برعکس ایران احساس کنم ایران پول خرج کرده خیلی راحت بود اون زمانی که ما بودیم، یعنی راحت میتونی بر خرجی کنی اینجا، ولی واقعا خیلی باید حساب کتاب داشته باشی. اینجا به نظر من $1 هم اینجا $1. این نظر شخصی من، حالا شما رو نمیدونم، چون واقعا مثلا میگم اینجا نصف حقوق میره واسه اجاره. حالا این که هر چقدر حالا خورد و خوراک و اینا، مثلا ما $1000 هم مثلا هزینه جانبیشو بذار، بیمه ماشین، بیمه خودت، بعد خورد و خوراک و برق و نمیدونم حالا یه هزینه دیگه هم در میاد. آره بعد اصلا چی پرسیدی؟ گفتم اون حالا سوال پرسن آره در مورد اینکه به نظرت بچه‌ها اگه برای استرالیا اقدام کنن اوکیه، وسط کارشون اوکی میشه یا نه؟ مثلا یه مقدار اشباع شده فعلا های دمند، فعلا خیلی از مناطق های دمند هستش و خود سیدنی هم آره های دمند. خب پیمان صمیمی، تو با حرف پویا موافقی $1 تو ایران میشد راحت خرج کرد یا؟ ببین تو جامعه ایرانیا که من نگاه میکنم راستشو بخوای خیلی همون جوری هنوز ایرانیا نه، هنوزم خیلی براشون مهم نیستش، ولی خود کانادایا که آلمانیا من فکر میکنم همین جوری باشن اینجوری بیشتر فکر میکنن. مثلا میرن یه چیزی اگر میرن سرچ میخوان مثلا پس اون گوشت بخرن، یه جا هست مثلا کیلوی $16 میرن اونی که مثلا تو آلدی، ما شما آلدی دارین دیگه، مثلا اونی که مثلا زده چه میدونم 15.8 دلار برای 20 سنت پا میشن میرن بنزین میرن ساعت تو صف یه جایی وای میسن که مثلا 2 سنت 5 سنت مثلا ارزون تر باشه، ولی ما این چیزا رو برامون مهم نیستش. نه آفرین. پیمان ملاحظاتش چی بوده شاید؟ ببین خیلی اینجا بستگی به پوزیشن کاری داری که میای. من اینجا خب دوستانی پیدا کردم که دانشجوان
بعد توی خوابگاه دانشجویی دارن زندگی میکنن و درآمد خیلی پایینتری دارن، یا رشته‌های دیگه ایرانی هستن ولی رشته‌های دیگه هن. مثلا حالا نمیخوام رشته‌هاشون رو بگم. آره برای اونا مثلا وقتی با هم میریم خرید میکنیم، دوستیم میگه با هم خانوادگی میریم بیرون، پاشون میخوایم گپ بزنیم، معاشرت بکنیم و میخوایم خرید بکنیم، میبینم که مثلا براشون مهمه اون $1 نمیدونم نحوه انتخاب جنساشون، نحوه خریدارشون. ولی فکر میکنم برای رشته ماها فعلا در حال حاضر اینجا به خاطر پرداختی که به نسبت رشته دیگه جزو پرداختی بالا محسوب میشه، نه این نیستش. ببین اصلا من الان 5 ماه 6 ماه اومدم تو فکر اینم که مثلا سال دیگه ببینیم چجوری میشه برنامه‌شو بریزیم که خونه رو بخریم، خونه رو بشه خرید. خیلی خیلی بستگی به اون، میخوام اینو بگم، بستگی به اون کاری داره که درآمدی داره که تو اومدی باهاش. اینجا مثلا من خیلی ها رو دیدم که یا تو خونه چیزن، خونه های دانشجویی هن که کوچولو کوچولو، حالا امکانات داره همه چی، ولی خب خونه های خیلی محدود و از وسعت کوچیک، و یا خونه های شیر مثلا میبینی که تو خانواده دارن، مثلا حالا تو این هندی ها و کسای دیگه میبینی که تو خونه شیر دارن، ولی وقتی ما مستقیم میایم خونه مستقل خودمون رو میگیریم، نمیدونم ماشین رو میگیریم همون ماه اول فلان میکنیم، مثلا نگاه میکنن چجوری میشه و فلان. نه اینجا من با پیمان بازم موافقم که ایرانی‌ها دیدم که خوب خرج میکنن، نگاه نمیکنن که 20 سنت کجا ارزون تره برن اونجا انجامش بدن بخرنش و فلان. اینجا یه کاسکو داره، نمیدونم فکر کنم چون بین‌المللی همه جا باشه. ایرانی‌ها اونجا خیلی من میبینم اینا همش هر چیزه گرونه، مثلا هر دفعه من میرم برمیگردم $700 $800 حتی. خب کاسکو ارزون، حجمش زیاده. آره حجمش زیاده و کیفیتش هم خوبه. من واسه همین دیگه نمیرم. دقیقاً میری $700 مثلا خرج می‌کنی، مثلا میگی حساب کتاب می‌کنی میگی آره مثلا این ارزونه بخرم، بعد یهو $700 مثلا خرج می‌کنی. کیفیتش هم بالاتره به نظر من، حالا نسبت به فروشگاهی که اینجا هستش و جنس‌های متنوع‌تریه. من به نظر من خیلی بستگی به اون درآمده داره که چقدر داری در میاری، چه برنامه‌ای داری و چجوری خرجش می‌کنی. خب بذار من اصلاح کنم، من منظورم این نبود که اینجا خیلی سخته. منظور من $1 منظور من کلی بودش که اینجا یه ذره زندگی توی خیلی حساب کتابه. یعنی مثلا ایران مثلا من هفتگی مثلا 3 بار چون راحت میرفتیم بیرون غذا می‌خوردیم، خب اینجا مثلا راحت نمی‌تونی مثلا شاید مثلا بیرون رفتن غذا خوردن مثلا جای خوب رفتن شاید مثلا برنامه داشته باشی. خب ما ایران مثلا شاید مثلا هر روز مثلا بیرون غذا می‌خوردیم، مثلا رستوران نه مثلا یه فست فود ساده، مثلا می‌رفتیم رستوران‌های خوب غذا می‌خوردیم و اینا. ولی خب اینجا با اینکه مثلا همه امکانات داری نه، ولی خب اینجا مثلا خونه خریدن راحته، از خریدنش راحته، میشه خرید اینا، ولی خب 30 سال باید قسط بدی و 1.5 برابر پولی که دادی و باید تو سود بانکی بدی. خب اینا همه مثلا هستن. و یکی از سیستمایی که مثلا من فکر می‌کنم اینجا شاید مثلا نمیگم خودم مثلا از این سیستم شاید استفاده کنم ولی یه جوری بردهداری نوین دیگه، دولت خودشو وابسته خودش میکنه، تو رو وابسته خودش میکنه، یعنی تو وابسته دولتی، یعنی خونت مثلا گروی دولت تا قسطش تمام نشده و تو باید سخت کار کنی و قسطش هم واقعا قسطای بالایی، قسطای کمی نیستش. یعنی یه جوری حساب کتاب میکنم مثلا شاید مثلا پزشکی که مثلا یه خونه مثلا 20 میلیونی خریده، مثلا توی کسی خونه 2 میلیونی خریدی، خب به فرض میگم مثلا حالا نه پزشک، یه فرد پولدار مثلا وام گرفته و اینا، مثلا یه جوری حساب کتاب میکنن که مثلا میگن آقا این خرج زندگی، مثلا این خرج مثلا ماشین بچه تو اینا، آره مثلا تو الان این همه حقوق اضافی میمونه واسط، مثلا 6000 تا ماهی، تو الان میتونی خونه 1 میلیونی بخری، آره فلان، تو مثلا 10000 تا اضافی میمونه میتونی خونه 2 میلیونی بخری. خب یعنی آخر چه کار میکنن که همه یه اون $1000 مثلا کفش بمونه واسهشون زندگی رو بچرخونن. تفاوتش اینه که اون خونه جای خوبیه، مثلا خونه تو جای معمولیه. اینه. من چیز می‌خواست بگی شادیان؟ خب چرا؟ آره الان بیشتر از 1 ساعت شده دیگه داریم صحبت می‌کنیم. داره بورینگ میشه. به نظرم هر کدومون یه صحبت کلی بکنیم و تمام بشه دیگه. باشه. آره من می‌خواستم همین رو بگم.
من بگم اول مرخص شم از خدمتتون. آره. این صحبت کلی اینه که اینجا رادیولوژی درآمد خوبی داره نسبت به کارهای دیگه، درآمدش خوبه اگه بتونی خودتو ایمپروو کنی. بعد با یه دیده مثلا معمولی بیای خودتو اینجا ایمپروو کنی، نه اینکه با خیلی دیده بالایی بیای که مثلا من استاد تمامم و اینا وارد شی، شاید اون ضربه اولی خیلی بدی مثلا بهت وارد شه. چون اینجا سیستم کار کردن با ایران خیلی خیلی تفاوت داره و یعنی بهتره که بیای ببین اینجا چیکار میکنن، بعد خودت که وارد سیستم شدی بعدش دیگه میتونی مثلا تلفیق بدی با تجربه ایرانت و خودتو بالا بکشی و اگه بالا بکشی دیگه یاد میگیری و اینا و درآمد خوبی داری. در کل من خودم از اون خیلی کشور انگلیسی زبان دنبالش بودم و آخرش استرالیا انتخاب کردم و واقعا از انتخابم راضیم. یکی از کشورهایی که واقعا از لحاظ اقتصادی خوبه، بعد آب و هوای خوبی داره و اینکه درآمدها خوبن. خب سیدنی الان خودش یکی از گرونترین شهرهای دنیاست، واقعا گرونه، ولی خب همین گرونترین شهر تو میتونی خونه بخری، تو میتونی ماشین بخری، تو میتونی زندگی خیلی معمولی و خوبی داشته باشی با همین درآمد رادیولوژی. عالی. پیمان صمیمی. من مهاجرت برای ماها یه قصه تلخه بنا به هزار دلیل برای هممون، ولی در مقام مقایسه همون جمله همیشگی هیچ جا خونه آدم نمیشه هستش. اون خوشی هایی که توی ایران داشتیم، اون دور همی هایی که توی ایران داشتیم اینجا کمتر میبینیم. اینجا جمع کردن 4 نفر آدم، 4 تا رفیق دور هم دیگه خیلی کار سختی، از بس که اینا بعضی گرفتارن، شغلاشون یه جوریه که مجبورن روزای حتی تعطیلم کار کنن و من یکی از حسرتایی که اینجا دارم همینه، سخت میشه آدم‌ها رو دور هم دیگه جمع کرد. ولی در کل امنیت و آسایش، احترام و اون آسوده خاطری که در دراز مدت و کوتاه مدت داری، اون امنیت آینده‌ای که داری توی این کشور، به نظر من یه جورایی سوسو میشه دیگه، حالا میشه قبولش کرد. آره. شادیان. من همیشه به بچه‌ها میگم با بابت مهاجرت، اونایی که میخوان حالا دارن مخاطب ما هستن دارن گوش میکنن، برای مهاجرت به نظر من باید همه موارد رو سنجید. اینکه من اینجا من نوعی میتونم خونه بخرم، میتونم ماشین بخرم، ماشینم رو ارتقا بدم، تو ایران فلان چیز داشتم، اینجا اومدم فلان چیز داشتم، یا حقوقم اینجوریه، اینا آیتمایی نیست که بخوای مقصد و مبدا رو انتخاب بکنی، مقصد رو انتخاب بکنی. به نظر من باید همه موارد رو در نظر گرفت، از محیط کاری که قراره بری داخلش کار بکنی، از آب و هوایی که قراره که بری تو اونجا زندگی بکنی، از زبانی که قراره یادش بگیری و باهاش کار بکنی، و درآمدی که خواهی داشت و همه این موارد باید کنار هم بذاری تا ببینی که کجا حالت خوبه و میارزه به قول پیمان ول بکنی اون خانوادت و ریشت و نمیدونم دوستات و اینجا هم همین جوریه. یه دور همی بخواد انجام بشه خیلی سخته. دوست پیدا کردن به نظر من تو جای جدید خیلی سخته هستن. اینکه بخوای حالا از صفر تمام دوستات از دست دادی دوست پیدا کنی، بعد باش صمیمی بشی، باش رفت آمد داشته باشی، خوش بگذرونی، حداقل آدم بره جایی که ارزش داشته باشه که قرار اونا رو از دست بده دیگه. دوست پیدا کردن واقعا یک چیز معضلیه اینجا. دقیقاً. دوست ایرانی شما خیلی داریم، ما دوست خارجی مثلا رفت آمد نداریم، فرهنگامون نمیخوره و اینا. دوست خارجی مثلا زیاد مثلا زحمت سر محل کاره، مثلا نهاد بیرون بریم، ولی خب دوست ایرانی خیلی داریم. برای خب اینجا یه ذره دوست پیدا کردن راحته، دوست خوب پیدا کردن یه ذره باید سخت. ببینید یه چیزی که من بگم اینجا، فقط نمیدونم کجا شنیدم، میگه دوستی هایی که بعد مهاجرت شکل میگیره بیشتر برای وقت گذرونیه، برای تنها نبودنه. یعنی یه دوستی های محکم مثل ایران نیست که ما از بچگی داشتیم، بیشتر صرف اینه که طرف یه آخر هفته رو تنها نگذرونه، به خاطر این با یه سری افراد تشکیل یک رابطه‌ای میده. بچه‌ها اجازه هست من نفر آخرم، میدونم خسته هم هستید، من یک بیانیه کلی‌تر بدم، حرف بیشتری بزنم در مورد آلمان.
چون مقصد مهاجرتی خیلی خیلی بیشتری هست الان نسبت به بقیه کشورها و سالیانه الان بیشتر از فکر کنم 150 تا کارشناس رادیولوژی دارن میان. در کل میگم که بچه‌ها یعنی با دید بازتری مهاجرت کنن. یکی زبان، به قول پیمان شادیان گفت باید در نظر بگیرن با امتحان تقلبی، با نمیدونم زبان فقط برای کلاس خوندن مثل انگلیسی نیست و آلمانیتون باید واقعا خوب باشه که مهاجرت کنن. این میشه توی محیط کار خیلی من دیدم، چون دیگه خودتون میدونید من ارتباط خیلی گسترده‌ای دارم، خیلی بچه‌ها اذیت میشن و تو سری فور میشن. خیلی راست که میگم تو سری فور میشن، یعنی سعی میکنن فقط بله بله بگن در حالی که نمیفهمن، ولی تو محیط کار کم کم از لحاظ اعتماد به نفس خیلی میان پایین. چرا؟ چون زبان بلد نیستن. این مثل انگلیسی نیست، زبان سخت‌تره. دو، در مورد آب و هواش هست، من همیشه بهشون میگم باز گوش نمیکنن. سه، چیزی که نمیدونم حالا کمتر هست تو استرالیا کانادا اینا، مهاجرت خانوادگی هست. آلمان چون خیلی راحت میگیره، توی این 1-2 سال اخیر بچه‌ها با خانواده مهاجرت کردن و متاسفانه بعد یک مدت برگشتن. چرا؟ چون دیدن مثلا با کار کردن 1 نفر واسه 3 نفر 4 نفر، خب تو ایران هم الان نمیشه اونطوری زندگی کرد. شاید یکم چون تو ایران شرایط استیبل‌تر بوده، راحت‌تر بوده براشون، ولی خب اونم یک معضلی هست دیگه. نمیدونم مهاجرت خانوادگی از لحاظ کارشناسی مثلا رادیولوژی به کشورهای شما چطوری هست؟ این چیزی که اینجا هست. برای خود من که فقط بخوام بگم، آلمان در حال حاضر بهترین گزینه برای منه، چون بر اساس شخصیت خودم، بچه‌ها اینو بعداً حالا میگیم که کشتی نکنه، از لحاظ فعالیت‌های اجتماعی صنفی فوق‌العاده، چیزی که من عاشقشم. همونطور که می‌بینید همیشه هر ماه یه کنگره، یه نشستی، یه جایی هستم. آلمانیا عاشق اینجور چیزان، یعنی فعالیت‌های اجتماعی، کلاً عاشق سیاست، اینجور چیزا و پیگیر این کارها. برای همین من خودم رو توی آلمان شخصاً خوب حس می‌کنم. یکی دیگه که خوب حس نمی‌کنه خب باید در نظر بگیره، جا برای پیشرفت هست. آلمان یک زمین خالیه. نقطه ضعف اصلیش اینه که شغل رادیولوژی یکم پایین هست، از لحاظ درآمد نه، درآمدش بالاست ولی جزء مشاغل تحصیل کرده دانشگاهی نیست دیگه، مشاغل آسبیلدونگی هست، مثل پرستاری، رادیولوژی، نه همشون اینطوریه. و یکم مثلا اون فعالیتایی که توی ایران انجام دادیم برای ارزش گذاشتن به رادیولوژی اینجا میشه انجام داد. این چیزی که مثلا من نظر کلی من اینجا جای پیشرفت الان هست، من میتونم خودم رو نشون بدم. یک دیگه که علاقه داره میتونه بیاد خودش رو نشون بده و میشه پیشرفت بیشتری کرد توش. و حسن ختام تموم شد دیگه، دستون در نکنه. من یه جمله بگم در مورد افرادی که مهاجرت میکنن. ببین، باید اونایی که مهاجرت میکنن قبول کنن مهاجرت یعنی زندگی جدید، کارت بانکی جدید، کار جدید، غذای جدید، فرهنگ جدید. ما ایرانی‌ها، حالا نه همه ها، ولی خب مثلا من دیدم که مثلا میگیم ایران اینجوری نبود، ایران فلان نبود، اینا باید اصلا کلا فراموش شه. شما اومدی یه کشوری که مثلا خیابونش راه میری همه کبابی بوی کباب نمیاد، رستوران مثلا رستوران چینی، هندی، فلانه، رستوران ایرانی خیلی کمه. یعنی اون دیواری که داریم مثلا از تجربه جدید تا تجربه کردن چیزهای جدید، مثلا چی میگن، امتناع میکنی، آره اون دیوار رو باید بشکنیم، چون همه چی جدیده و انگار از صفر شروع کردنه، مثل یک بچه‌ای که اول ابتدایی میره تو همه چی و چه زبانه، حتی اصطلاحاتی که مثلا ما مثلا عامیانه داریم خب به مرور زمان یاد گرفتیم دیگه. اینجا هم به طول میکشه تو اصطلاحات بینشون رو یاد بگیری که مثلا چی میگن. یعنی باید خودتو تطبیق پذیر کنی با محیطی که داری میری و تا بتونی که مهاجرت واسط آسون بشه. وگرنه اگه تابو داشته باشی مهاجرت واسط خیلی خیلی سخت میشه. مرسی، عالی بود. بچه اگه نکته‌ای هست اضافه کنید کوتاه، وگرنه دیگه خداحافظی کنیم. مرسی از همتون دیگه. با بچه‌ها دیگه باید بدونم واقعا کلی ساعت‌های مختلف رو با هم قاطی کردیم. آره. یا. مرسی. ممنون. آقا جان جانم. بعداً توی تنهایی خودت همینایی که الان گذاشتی رو باید دوباره همه رو از نو بگی برای خودت ها، اینا که میخوای چیز کنی، چون واقعا صدات خیلی بد میومد. یعنی الان آخرش که افتضاح بود.
الان صدام برمیاد. اصلا خوب بود. من کیف نویز صداش یه ذره شاید. اصلا صداش من خیلی ضبط کردم کلا غیر از آها. نگاه کن بعداً. آره نگاه کن بعداً ببین چجوری. نه من یه دونم با میکروفون اینا ضبط کردم بعدا میتونم. عالی همین اینجوری باشه اوکی دیگه. دستون در نکنید خب، بچه‌ها. بخیر خداحافظ، مرسی شما وقتی که سرتون وقت بخیر. گذاشتید. نه مرسی سلام بچه‌ها، خوشحال شدم.